بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد. بله خواهر گرامی، چگونه که سوال کردید، برای مرد که همسرش را باز می‌دارد از حجاب کردن، از لباس شرعی در بر کردن همسرش را باز می‌دارد، این خواهر چی کار باید کرد و این مرد چگونه مرد است، چه حکم دارد در شریعت؟ بله خواهرم، بسیار سوال مهم. برای این مرد که همسرش را باز می‌دارد از حجاب کردن، اصلا این را مرد گفته نمی شود و ما این نامرد است و این دعیوس است. این نامرد دعیوس است و این نامرد همچنین به غیرت است. اینو نباید فراموش کرد. این مرد، بلکه این نامرد کفران نعمت کرده است و کفران نعمت میکند. این بزرگترین نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای بنده این حقیر، این دعیوس میسر کرده است، ارزانی کرده است. بهترین گنج که زن صالحه و زن محجبه می باشد، در این نعمت کفران میکند. این نشانه بدبختی و شقوت این مرد را میکند، این نامرد را، در دنیا قبل از آخرت. این نشانه شقوت و بدبختی مرد است که همسرش را، همسر محجبه اش را، همسر عفیفه اش را میخواهد که عفت او را از بین ببرد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. این دنیا یک متاع می باشد، ولیکن بهترین متاع دنیا را رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ کی گفت؟ زن صالحه است، زن عفیفه، زن محجبه می باشد. و این نامرد کفران نعمت می کند. و برای این خواهر گفتنی هستم و هر خواهری که در این حالت مبتلا شده است، در این اشخاص این گونه مردان نامرد و این گونه دعیوسان مبتلا شدند که همسران اینها هستند، چیکار باید کنند؟ اینو نباید فراموش کرد که سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ بکنند و از این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع بکنند و با این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنند. چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود در حدیث صحیح لا طاعت لاحد فی معصیت الله عز وجل. اطاعت نیست، اطاعت کردن نمی شود کسی را از مخلوقات، از مخلوقین، از بندگان الله سبحانه و تعالی در معصیت الله سبحانه و تعالی. جای شک نیست که حجاب را از بین کردن این معصیت است، این گناه است، این فسق است، والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی امر میکند یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه و تعالی این آیه مبارکه را، این آیه حجاب را نازل کرد و این مرد حقیر و این مرد ناکس آمده زیدی سخن الله سبحانه و تعالی، یعنی که چی سخن میکند. در این حالت جای شک نیست که سخن شوهر از سخن کیه که نباشد بر ضد سخن الله سبحانه و تعالی حرف میزند، سخن میکند، سخنش مردود است. باید که خواهران حجاب را، عفت خود را حفاظ بکنند و این نامردان و این بی‌غیرتان که خودشان کفایت نمیکنند، بی‌غیرتی و دعیوسی خودشان میخواهند که دیگر اینه که خواهران را، همسران خود را میخواهند که والعیاذ بالله بی‌عفت سازند. و از این بیشتر نمیدونم که چی گویم. الحمدلله علی کل حال.